دیگه هستن میخوان نگاه کنن، میخوان آثار رو ببینن، میخوان معرفی کنن، آثار رو بخونن. با سکوت باید نظر بگیرن، همه نباید بخونن. دوم که دست به ویترینا نباید بزنن، جور ویترینا نیفتیم، میگن گوشتتون رو نزنید جای دستتون همونه، چیزی نباید بکنید توی موزه. اگه سوالی داشتید من راهنمایی این چی بود؟ تفنگ رو چیزی گرفته چی بود؟ این مال سال 65 اولین اسلحه ساخت ایران. ساخت ایران. این طلای چی هم می‌خوای؟ طلای چیز کنم؟ موزه رو ببینیم. موزه عبدالعظیم حسنی آثار توش هست که بعضی از این آثار اهدا شده، وقف شده به موزه، بعضی از آثار جمع‌آوری شده به صورت امانت اومده، بعضی شرایط آسان دارد. گوش می‌کنید بچه‌ها؟ یه صحنه رو ببینید. یه صحنه یعنی کتابا خیلی تو رایه به ترتیب قربان‌ها رو می‌بینید. قربان‌های معاصر هم متفاوته، بالا هست می‌تونید ببینید. اولین قربان خودش مشخص نیست، زمین‌داری نداره، آب نداره، کم‌کم قربان‌ها نزدیک میشه، سوراخ‌ها هست‌ها. حالا مشخص نیست، بعضی آقای صفحه‌ها مشخص نیست، حیث مشخص نیست، صورت نگارگری نداره، آب نداره، ترجمه نداره، تفسیر نداره. کم‌کم می‌بینید، بعد نگارگری می‌کنه، روش استفاده شده، تفسیر می‌کنه، بعد جلوش شده میشه، ترجمه میشه، قرآن روشن میشه. ظروف فلزی از اینجا شمال‌ها، امریکا، اینها برای همین برداشت می‌کنه. توفه هستن. تو سطح من آموزنی برنامه‌ای هستن. یک داستان رو روایت کردن به سطح نقاشی. این که سرمان چرا بهشت جهنم رو نشون بده، طبقات بهشت و طبقات جهنم رو نشون بده، پیامبر و برگردانده این هستن که بدون بعد ببینید میزان اقوام رو نشون میدن، اقوامشون عزیزتر میشن، اهمیت میدن و درجهش هر کسی با اقوامشون حضرت فاطمه هستن و می‌باید هستن حضرت عمربدنی و رسول دیگر فرزندشون شده، امام حسین با سر قربانش رو فرزند شیش‌ماهش رو شده، قابل قابل اما فیلمایش بگیرم والا جان؟ فیلمایش بگیرم بگیره قرآن گنی خطی مذهب شتی کوفی سده سوم هجری مال 1100 سال پیش این 1100 سال پیش آره سده سوم هجری، یعنی دیگه خیلی فکر نکنه میگم سده سوم هجری خیلی چیزی درست کردن الله تا چقدر چیز داره این دیگه حرف این چیه؟ خدا قوری فقط به خاطر خدمت چه که چند سال کتیبه معرفی سنگ خط سال 1329